یه دایره میکشیم، یه بیضی کشیده هم بالاش، 2 تا دایره کوچکتر هم 2 طرفش. زیر دایره بزرگه میشه زیر بینی، از قسمتی هم که میرسه به دایره کوچیکا میشه جای حفره بینی. کناره های دایره کوچیکا رو پررنگ‌تر میکنیم، میشه پره های بینی. از 2 طرف دایره بزرگه رو به 2 طرف بیضی وصل میکنیم، میشه تیغه بینی. به همین راحتی. برای زاویه نیمرخ بازم با یه دایره شروع میکنیم، اما بیضی رو این بار کج میکشیم و فقط یه دونه دایره کوچیک کنار دایره بزرگه میذاریم. حفره بینی این بار کشیده تر دیده میشه. برای زاویه سه‌رخ بازم اول دایره است و بعد بیضی، اما این بار بیضی کمتر کجه و دایره کوچیک‌ها دیگه یه اندازه نیستن و سمت راستی بیشترش زیر دایره بزرگه قایم شده، پس کوچیک‌تر به نظر میاد. جای حفره بینی و باقی ماجرا هم که مشخصه. خطوط کراس کانتور رو رسم می‌کنم که حواستون باشه این دایره‌ها در اصل کره هستن و حجم دارن. با بازی کردن با اندازه و فرم و فاصله این 4 تا شکل میتونیم 1000 جور بینی در زوایای مختلف طراحی کنیم و تمام. برای آموزش‌های بیشتر بیا تو پیجم.